سوم پرسیدش، از ساعت قیامت پرسیدش. همین سوالا را وقتی رد بدل کرد، بعد میگه برومد برفت. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم به عمر گفت که عمر شناختشی کی بود؟ گفت نه یا رسول الله. اوی گفت جبریل امین علیه السلام بود. اتاکم یعلمکم دینکم، اومد که دین شما را براتو تعلیم بده. همین صحبت من مفصل کرده گیم. اینجا جایی صحبت کردنش نیست، همین را بگیره گوش کنید. من نمیدونم چند جمعه رفته بود به خدا قسم همین حدیث، نه که چندین ساعت صحبت کرده گیم اطراف همین حدیث. اما را بگیره گوش کنید. ای الله خوشرو حالی یافتیان همین دولچه گبانا نوشگری کوروژو همین قدایو چنون است. حالا که اون ساعت ها صحبت های همین مفصلی خشرو. اما وقتی که هم میورم ایالا درباره هر چیز همین صحبت کرده مفصل گپ زده گیم. او باز برای مردم بفهمن بعضی مثالای حیاتی را میاری و در بای ای مردم دیگه مغز میمونن در همون پوست میچسبن، دیگه پروای مغز ندارن. خداوند حفظتون کنه. لبه رزق روزی از جانب پروردگار مقدر معین است. خداوند معین کرده دیگه. یعنی که خدای تعالی میگه و ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها، در روی زمین هیچ جنبنده نیست مگر که رزق روزی او را پروردگار مهیا میکنه. همون چیزی را که خدای تعالی برای تو مهیا کرده است حتما برای تو میرسه، امکان نداره که نرسه، حتما میرسه. اما این معناش این نیست که من لینگ و بالای لینگمونم دراز بکشم بگم که کاهلم چون آفریدی ای ملی روزی هم ده هم زیراهی کاهلی. اگه خودت خلقم کرده یا رزق روزی من بیار، خیلی گپ نیست. خدای تعالی برای تو عقل داده است، دست پا داده است. دست پا دادم چنبیل کلند من ببخشیدم زی خود آن کی شدن. برات شرایط مهیا کرده است. و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، همه را مسخر ایت کرده است که ای خانه آباد او گاوی نازنین میره میجوشیش و میکشیش و شیری برای گوسالش میکشی ای دستش میگیری و گه شتپک میکنی استفاده میبری. آخه اگر او را خدای تعالی را میتونه میکرد ای دست ایت چیکار میومد؟ با یا روبه زورت نمیرسه در صحرا. او گاو 10 مردک هم میزنن نیم کشته میکنه اگر خدای تعالی او را رام نکرده باشه. آخه پروردگار همین نعمت ها را برای داد و چرا تاکید کرده است که تو سعی که روزی را من میتم. لیکن معناش نیست که دیگه دراز بکشی خواب کنی و خداوند خلقم کرده خودش میته. بله میته، اما برای هر چیزی خدای تعالی یا سبب خلق کرده است. خداوند میتونه که همین باران ای هیچ پیدا کنه و بریزونه، لیکن دیده ای که با سبب و مسبباش همین را بیاره که بحر شوره یا باشه در حرارت معین آب بخور میشه و همو ابر میشه و حرکت میکنه و در جای معین میوه میبره و با ای کریستانو دریا میشه و میره و این همیتا تو خوردش داری. برات چه ببین همین مقصد که خدای تعالی هر چیزی را با سببهاش خلق کرده است. همین انسان هم انسان کاسب بایی، خداوند خالق رازق، رزق خدا میتد، نه که تو باید کسب کنی. ولی در حدیث قدسی اومده است خداوند میگه یا عبدی حرک یدک انزل علیک رزقی، ای بنده من تو دست حرکت بده من رزق روزی را برات مهیا کنم. این معناش نیست که خیم خدا خلقم کرده خودش میتم کو. عجیب گپویه ده. سبحان الله. انا حضرت شیخ سعدی میگه یک روبه دید به دست پای فرومان در لطف صنع خدای، که چون زندگانی به سر میبرد بدین دست پای از کجا میخورد. یک شیخ میگه یک روبه هم میبینه، روبه قدرت خدا دست پا نداره، شاید مادرزاد باشه، شاید در یکو قبخون زده کلتشیده باشه، نداره حقیقتا. حیران میشه که این چی میخورده باشه این خونه سوخته، حیوانی درنده یا که این خزنده نیست. در این بود درویش شوری درنگ که شیر برآمد غزال بچنگ. غزالی نگونبخت رو شیر خورد بماند آنچه روبه از آن سیر خورد. در همین فکر قوتور است که نخواستید که یک شیر یک آهو را شکار کرده است
کشید آوردش در تا یک درخت در سایگی خوردشو همه او را خوردن نمیتونه که واقعی همون تهمونده سکلتش و استخواناش در اون استخوان البته جوهای داره که گوشت هسته نه که دهنی شیر که کلونه کنده گرفتش نمیتونه پرتفتش برفت تهمونده شیر اومد رو بازد شکمکش سیر شید این نگاه داره گفت نماشید بید ای بچه ای چیست سلوچه دیشیدگیه هر روز شیر اینجا اوهو نمیاره که ای بخوره بعد با همجا جدک کرد ایستو که پگه چی بخورده باشه دیگر روز باز اتفاق افتاد که روزی رسان قوتی یومش میداد قدرت پروردگار دیگر روز یک شکارچی در گجوی یک پرنده را میزنه در آسمان پرنده میاد در پیش روباه میغلطه بود میگیره میخورش بچه گفت این سلوچینی نبوده این سیستم بوده سیروی یقین مرد رو دیده بیننده کرد شد و تکیه بر آفریننده کرد اما چه گفت یک روباه که دست پا نداره خداوند رزق روزیش میته و نخو من بنده خدا باشم عبادت خدا را کنم خداوند مرا محروم کنه یه توکلش به خدا چی جور مقام میتوب رفت در کنج مسجد چیشت گریبان فرو برد چند بجایب که بخشنده روزی رساند ز غیب همیتا سر در گریبان در آورده به تفکر در یک گوشه که مسجد که خدای تعالی خودش رزق روزی به میاره نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست چه چنگش رگ استخوان ماند و پوست قدرت خدا چند سوتکه در هم مسجد خوب میکنه یک از روغش نمیکنه نه یک خیش تبور یا تیکنونش میاره نه یک بیگانه میاره بیچاره میگه ای گرسنگی را همین قوق زده از رنگی اسباب موسیقی چند چیده او اسباب همین سکله داره و تور داره دیگه هیچ دیگه نداره چه صبرش نماند از ضعیفی و هوش زی دیوار محرابش آمد به گوش دیگه به طاقت شد مرغزیده را خواب میبره و گشنه رانه چند نیستی آخی اگه قصدی ای مسجد بر اومدن کرد همین وقت میگه ای همین تنه محراب مسجد یک صدا در گوشش رسید یک آوازی غیبی بیرو شیری درنده باشه دغل میانداز خود را چرا با هیشل آخی خانه سوخته واقعه را دیدی میبری ای شیر عبرت بگیری ای تو نخو سرت بسر یه روبای بیچوره عاجز مونی اترا مرده که رنگی شیر شا برا بزن بگی بخوا و تهمونده اترا یک کسی دیگه بگیره بخوره چه مردان ببر رنج راحت رسان مخنث خرد دست رنجی کسان کسی نیک بیند به هر دست سرای که روزی رساند به خلق خدای خدای تعالی کی را دوست میداره کی را مورد رحمت خود قرار میده کسی که فایده و منفعتش به مردم برسه حضرت امام احمد ابن حنبل سوال کردن گفتن حضرت یک شخص همین میروه دروز میکشه در خونش خواب میکنه که همین خدا خلقم کرده است رزق روزی مقدر من 120 روزه در شکم مادر بودم الکی تعیینش کرده است خیلی خوب میکنم خدا خودش میاره میرسونم حضرت گفت این بسیار آدم جاهل و بیسواد است مگر نشنیده است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت این الله وضع رزقی تحت ظل رمحی خداوند بزرگ رزق روزی مرا در سایه نیزم گذاشته عجیب جاهلی ایده همین بله روزی را خدا میرسونه اما خدای تعالی تو را مکلفت کرده است مکلفت کرده است فرزند داری نفقه فرزند مهیا کردن در کلت فرض گردانده زن داری مهر نفقه زن در کلت فرض کرده پدر و مادر داری پدر و مادر وقتی که عاجز موندن خدمت آنها را تامین کردن روزگاری هم را در کلت فرض کرده است فرض کرده است یعنی چی یعنی بخی حرکت کن تو دست داری تو پا داری تو عقل داری تو فراست داری خدای تعالی تو را اوقات انسانی متفکر خلق کرده است باید که اندیشه کنی رزق روزی تا پیدا کنی بله اگر مثلا یک کار کردی و دیدی کار اومد نکرد قاعده اسلام همین است دیگه روح افتاده نشه دیگه سر تا در سنگا نزن کاش که نمیکردم کاش که ایتا میکردم نه بگو قدر الله و ما شاء فعل این تقدیر خدا بوده است هر چیز خدا بخواه میکنم اون چی سعی است من در طلبش بین مودم این چنین هست که تغییر قضا نتوان کرد خدا رحمتش کنه این خواجه حافظ میگم من سعی تلاش ما میکنم
اما اگر که به دست نآمد معناش همینه که در قضا و قدر همین نبوده است. قضا و قدر را تغییر داده نمیشود. اما قضا و قدر را تا یک جا میدونه که میگه من همینجا خوب میکنم خداوند میرسونم. خیلی نیست ای کو. حدیث امام مسلم است. ابو هریره رضی الله تعالی عنه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت المؤمن القوی خیر و احب الی الله من المؤمن الضعیف. مسلمان قوی یعنی قوی اراده، با غیرت، با همت، همیشه پیش پروردگار از ضعیف اراده ده قدر منزلتش بالاتر است. و فی کل این خیر، هر دش خیر داره، رحمت داره، نه که همیشه خدای تعالی همون را که غیرت داره، همت داره، سعی تلاش داره، او را زیادتر دوست می‌داره. احرص علی ما ینفعک واستعن بالله ولا تعجز. در کاری که به فایده و منفعت تای حریص باش. منفعت دنیوی رم، منفعت اخروی رم تو باید حریص باشی، طلب کنی. از خدای تعالی کمک بخواه، عاجزی نکن، ضعیف نالی نکن. فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا و كذا. خدای نکرده اگر کارت آمد نکرد و تو مؤمنی نگو ابا اگر نمیکردی میتمشید، اگر ایتا میکردی میتمشید. خطا خون جگر نکن. ولكن قل قدر الله و ما شاء فعل. بلکه بگو که این تقدیر پروردگار است. خداوند هر چی خواست همون را میکنه. آن چی تو خواهی نه چنان میشود، آن چی خدا خواست همان میشود. بعد سببش هم میگه حضرت، میگه فإن لو تفتح عمل شیطان. زیرا که همین اگر ایتا و اگر اوتا علمی مکر دسیسه شیطان باز میکنه. بعد گرنگت میکنه شیطان. کاش که اوتا میکنه. اگر رو با مادر تزویج کردن از ایشان بچه ایشد کاش که نه. فهمیدی؟ یعنی که رزق خودی از جانب خدا هیچ جای شک نیست. اما خداوند برای همه را کسب کردن تو امکانات دو دست توخی، شرایط دو دست، تو باید سعی کنی. تو گوری؟ ما کار میرم مثال یک چیزی که بانک هست، شرکت مفاوضه هست، شرکت اینان هست، شرکت وجوه هست. همین شرکت وجوهش همیه که یک آدم تو را میشناسه، تو پول نداری، خاطر تو شرکت میکنه در تجارت، یعنی تو را مال بیزنالیچکه میته که بر بفروش، چند دبولش میمونی برای مرا این خیلی سوم بیار بته. اگر همتری شرکت باشه قطعی هم آدم همتری شرکت داشته باشه با شرکت وجوه تو میتونی که همون مال شو بگیری بری بفروشی، دبولش مقصد مبلغ مونده چیز زیادی کرده میتونی حتی بیاری با بر بگردونی بتیش، با شرطی که علاقه تلف نشیده باشه، نشکسته باشه، مقصد نقصان پیدا نکرده باشه. این شرکت هست. اما در بازار شما شرکت نمیکنی. نمیدستی تو سودا کردستی یک خریدار میآید مثال میگه که اینم تری مال داری تو نداری، اکثریت با دروغ میگن که داریم میگن در صورتی که نداریم. اقلا خونه آبادا نمیگن که ندارم نه که یفته میتونم. همین زبانشون قندل گزیده است که زبانشون نمیگرده نه دارم. علاقه دروغ سرشی مال فایده و منفعتی که با دروغ جمع میشوه با یقین ورشکسته میشوه، آخرش بانکروت میشوه. این گپی من نیست، گپی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم است. فهمیدی؟ خب ثانیاً میره برو ای صاحبی هم مغازین دیگری میگیره یا که هم صاحبی هم سکلات دیگری میگیره، نمیخره بیا همین بوم تمام مقصدم تری میگذرونه. وقتی که ای دستی او گرفتی مال او را تو وکیل او میشی، باید با وکالت بفروشی. یعنی که با وکالت همون نرخی که او گفته است کو همون را میاری در کلینت میگذرونیش. اگر ما بودو دبولش یکون پول زیادی دادی، پول زیادتر کلینت دادن، حتما همون پول باید بیاری با همون صاحب ببر بتی. تو وکیلی تا حق خیانت نداری، دبولای پول مونده نمیتونی. اما راه خلاصیش چیه؟ مثال همتری کلینت اومد تو بار نداری برا بار بخر، مشکل نیست. نرخی اپتوبی قطعی میتر برا بخر برا. میتونی نلیچکه بخری، میتونی بیزنالیچکه بخری، اما وقتی خریدی
اگر ما بود این کلینت اتکاس کرد نمیتونی ببری که ما برتا بگی مال خودت چی هم دکانت میسته با سوداش کردن میگیری اگر به شرطی که خریدی قطعش سودا کردی باز میگم فرق نداره سودای تو نقد نسیه فرق نداره تو میتونی که در بالای این مبلغ بگذاری حق داری برای مال خودت چی دیگه فهمیدی نوزو کی شاک خدا نگهدار برکت امام بخاری و حدیث امام مسلم است در این مسئله حضرت صلی الله علیه و سلم میفرماید الایمان بضع و سبعون شعبه فافضلها قول لا اله الا الله و ادناها اماطة الاذى عن الطریق و الحیاء شعبة من الایمان این متن ای صحیح مسلم ای در صحیح بخاری بضع و ستون آمدگی 60 چند شاخه داره میگه بعد همین دوامش که میگه که افضلها قول لا اله الا الله و ادناها اماطة الاذى عن الطریق این در صحیح مسلم ای در بخاری نیست ای مقصد که ایمان 70 چند یا 60 چند شاخه داره از همه بزرگترینش قول لا اله الا الله زیرا که ایمانی اصلی هم قول لا اله الا الله این کلید جنت ای این همو وسیله موحد گشتن انسان ای بنده خدا کمترینش میگه دور کردن چیزی که باعث آزار و اذیت مردم میشه ای سریره فرق نداره خورای یگان شیشه شکستگی یگان میخای ای سریره مردم وقتی که گرفتی دور کردی که مردم در آزار نرسه همین هم ایمان حساب میکنه ایمان یعنی اعتقاد و باوری برای چی میگه ایمان میشه پیغمبر صلی الله علیه و سلم به خاطر اون که همین کارت ای ترس خدا را میکنی به خاطر رحمت پروردگار میکنی به خاطر نجات آخرتت میکنی ثواب ای کو چی بسا کارای هست که در چشم مردم شاید اندکک بتوان اما در پیش پروردگار بیرد قدر و منزلتش بالایی حتی همین حیا شرم داشتنم یک گوشه ایمان ای گفت کی شرم میداره کسی که ایمان داره او کسی که پیش همه ای که شرم میداری ای خدا آدم وقتی در تنهایی هیچ که نمیبینه شرم داشت یقین است که یک خدا شرم میداره البته که ایمان میشه کاری را که به خاطر خدا کردی ایمان میشه واقعی که فهمیدی افضل برای چی گفت ای همه بزرگترینش برای که اگر همون نباشه این کارای تو دیگه هیچ معنی نمیتن اینا سبب نجات آخرتت نمیشوند ای سری راه مردم خورا دور کردن یا کسا کمک کردن شرم داشتن اگر همون لا اله الا الله و محمد رسول الله که نباشه هیچ فایده نمیکنه دستی والذین کفروا اعمالهم کسراب خداوند در قرآن میگه این کسایی که کافرن عمل اینا مثل سراب ای سراب یعنی میراج همون چیز نیست در چشم تو اما فایدت نمیکنه منفعت نداره برای افضلش گفت لا اله الا الله فهمیدی کدام عملها سبب میشه که آدم ای دوره ایمان خارج میشه کدام عملها سبب میشه که ایمانش مستحکم میشه یعنی که چی سبب میشه که انسان از ایمان خارج شود از دایره الاسلام خارج شود اصل ایمان پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان کرد در حدیثی بسیار مکمل اومده است در صحیح مسلم روایت حضرت عبدالله ابن عمر که بار میگه یک اعرابی نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم اومد لباسای بسیار سفید تازه و آزاده داشت موی سرش نو شستگی سیاه همینطور میگه یلقاس میزد یعنی که در او اثری سفر دیده نمیشه در صورتی که از مدینه نبود مردم مدینه نمیشناسنش میگه نزد حضرت اومده گفت که یا محمد صلی الله علیه و سلم اخبرنی عن الایمان ای محمد صلی الله علیه و سلم از ایمان مرا آگاه کن که همین ایمان چی است حضرت گفت الایمان ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و ان تؤمن بالقدر خیره و شره ایمان
اعتقاد و باور داشتن است به الله، به تمام صفات الله، به ملائکه های الله که حق هستند، راستند، لشکری الله هستند، به کتاب های الله که هر کتابی که خدای تعالی نازل کرده است از برای پیغمبراش همه حق است، راست است، به پیغمبرای الله، هر پیغمبری را که خدای تعالی به پیغمبری مبعوث کرده است به همه اعتقاد و باور داشتن. به روز قیامت که روز قیامت حتما واقع می شود و به اینکه تقدیر نیکی و بدی همه از جانب پروردگار است، یعنی که خالق کل شی، رازق کل حی فقط خداوند متعال است. به همین وقتی که شخص اعتقاد کرد او را مؤمن میگن، یعنی صاحب ایمان، صاحب اعتقاد عقیده درست راسخ موحدی. فهمیدستی؟ یعنی هر کسی که با قلبش باور داشته باشه و با زبانش تصدیق کنه اولا که خدای تعالی یک و یگانه است، الله یک و یگانه است، الله خالق کل اشیا است، در برابر پروردگار کسی و چیزی را شریک قرار نده، تمام ملائکه های خدا را باور داشته باشه نسبت شد، تمام کتاب های خدا را باور داشته باشه. اگر چنده میدونه که مثلا بعضی کتاب ها را انسان ها تحریف کردند، مثل این فرض کردیم کتاب تورات و انجیل، اما اصل این کتاب های جانب پروردگار ای که با پیغمبرای خدا باور داشته باشه، با روز قیامت باور داشته باشه، با زنده کردن بعد مردن اگر باور داشته باشه از جانب پروردگار، با اینکه تقدیر نیکی و بدی از جانب خدا است، اینا میگن مؤمن، یعنی شخصی که ایمان داره. همین. خب پس آدم از ایمان کی خارج می شود؟ با رد کردن یکی از همین ایمانیات. مثلا شاید در جامعه باشن آدم ها هستن میگه که من این خدا را قبول دارم، میگه نعوذ بالله پیغمبر را قبول ندارم. چه جای محمد صلی الله علیه و سلم که اشرف پیغمبرای خدا است، همین شخصی باشه که یک پیغمبری خدا را بگذار رسول هم نباشه، یگان نبی مقرری باشه، اگر بگه نعوذ بالله من میرا قبول ندارم کافر میشه، از دایره اسلام خارج میشه، او دیگه مؤمن نیست. فهمیدسته؟ یا که مثال میگه من خدا را قبول دارم، پیغمبرا را قبول دارم، همین ملائکه خیلی که بچه‌شون هم ببینم شو باور ندارم، نعوذ بالله، میگم ای دایره ایمان خارج چی تمام، دیگه مؤمن نیست، ای مسلمان نیست. فهمیدستی؟ این از اسلام خارج شدن است. یا که مثلا میگه که یو را همه باور دارم، نعوذ بالله فرض کردیم تورات های انجیل های امر من باور نمیکنم یا قرآن های، مؤمن نیست. این ایمان خارجی و همین نوباوری و به همین شکل شبهش. یا که مثال میگه همه یو را قبول دارم، کی میدونه آیا آدم ایسر زنده میشه و یا نمیشه. یک واقعه بسیار ناراحت کننده ای را شنیدم، در مسجد میگه، در مسجد صحبت ای جنت و دوزخ میرفته است، یک آدمی که اهل مسجد ای نماز میخونده است، یک گفته بیای میگه بوتونمونه نعوذ بالله، کی جنت رفته کی اومد که میگه پورا میگه سفسطه نعوذ بالله. یعنی معلوم میشه که اونم آدم جانش بهوده غم داشته، وقتی با جنت و دوزخ باور نداره، با روز قیامت باور نداره، اون مسلمان نیست، مؤمن نیست، نمازش هم قبول نیست. او را اینم اینرچی قطعی می اومده است، قطعی مردم میخونده است باور نداشته است. وقتی میگن که عقیده برای هر کس بسیار مهمه، معنیش همین است، هر چیزی تر داخل ایمان میکنه و انکارش از ایمان خارج میشه. همچنین شخصی که توهین میکنه نسبت شعائر دین خدا، شعارهای دین اسلام تحقیر میکنه، مثلا نعوذ بالله خدا را دشنام میده یا پیغمبر ای پیغمبرو را دشنام میده یا کتاب ای کتابهای خدا را دشنام میده، یا این مثال در دستش قرآن میگیره پورا میکنه میپرتویا، یا میگیرم کتاب در روی مسرکه میپرتویا. متاسفانه این حالت ها هست. یا نعوذ بالله میگیرم تا علاوش میزنه به توهین و تحقیر. همه حالت ها آدم از دایره الاسلام خارج میشه و خلاص این دیگه مسلمان است.